ایسا شاه جلال باشو کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سر حال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره مند بوده برکات و نعمات خداوند همیشه در زندگیتان سرازیر شود. دوستای عزیز، بسیار بازم خوش هستم که امروز از طریق از این برنامه تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان با شما صحبت میکنم و بازم ما و شما از کلام خداوند درباره یک موضوع جدید میخوانیم. البته دوستان عزیز، در همین اول از شما تقاضا میکنم وقتی که شما این برنامه تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان را میبینین، لطفاً این را در صفحات خود شریک بسازین و دوستان عزیز درباره تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان به دیگه دوستا بگوین تا همگی آگاه شوند و برنامه ما شما را تعقیب بکنن. همچنان اگر شما میخواستین که در جریان از این برنامه ها صحبت بکنین، صحبت های داشته باشین، یا میخواین که از کلام خدا شریک بسازین یا شهادت بتین یا کدام سوال دارین، لطفاً امو تعالیم خود را و سوالای خود را و شهادت های خود را به شکل ویدیویی یا به شکل اودیو یا به شکل صوتی یا تصویری برای ما بفرستین. از طریق ایمیل آدرسی که در اینجا میبینین یا از طریق فیسبوک که در اینجا مثلا صفحه فیسبوک تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان برای ما بفرستین و ما او را در این برنامه ها جا میدم تا ای که باز ما و شما برنامه های لایف می داشته باشیم در آینده که در اوج هم باز شما میتونید به طور مستقیم و لایف و زنده با ما در برنامه ها باشین. خب دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما ای است که انجیل راه حل به همه نیازها، مشکلات و سوالات مبهم ما دارد و ما نیاز به ای که رجوع بکنیم به خدایان دروغین، ادیان دروغین، انبیای دروغین، برای معابد، برای مقابر و زیارت ها، یا ای که به دم و چف کس ضرورت داشته باشیم یا به تعویض کس یا رفتن به امامزاده ها و یا پیش پیرها و خلیفه نیاز به این نداریم، چرا که راه حل همه نیازها و مشکلات و سوالات مبهم ما در کتاب مقدس موجود است و برای ما ضرور است که اتکا بکنیم به کتاب مقدس، عقیده بکنیم و بخواهیم از خدای زنده و حقیقی ما عیسی مسیح و عیسی مسیح نیازهای ما را مطابق با خواست خود برآورده می سازد، مشکلات ما را حل میکنه و جواب همه سوالهای ما را از طریق روح پاک خود به ذریعه کتاب مقدس به ما میرساند. خب دوستان عزیز، درباره از این موضوعی که آیا با واقعیت راه حل همه نیازها و مشکلات و سوالات مبهم ما در کتاب مقدس هست یا نه، آیا ما میتونیم که به کتاب مقدس رجوع بکنیم و از طریق تعالیم کتاب مقدس، هدایات و ارشادات کتاب مقدس راه حل برای نیازها و مشکلات خود پیدا بکنیم و جواب سوالهای خود را بگیریم. راجع به این موضوع دوستان عزیز ما باید از کتاب مقدس بخونیم و ببینیم کتاب مقدس در این باره چی میگه. خب ما از اول پطرس میخوانیم، رساله پطرس اول و فصل 5 آیه 7. در اینجا بسیار آیه زیبا هست. من از کتاب مقدس بر شما میخوانم از رساله اول پطرس فصل 5 آیه 7 و در اینجا میگه که بگذارید خداوند بار تمام غصه ها و نگرانی های شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد. آمین. بگذارید خداوند بار تمام غصه ها و نگرانی های شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد. خب کتاب مقدس برای ما و شما بسیار واضح یاد میده اگر کدام نیاز دارید، کدام مشکل دارین یا کدام سوال مبهم دارید، بگذارین که خداوند میگه تمام غصه و نگرانی های شما را در مورد هر چیزی که از هر نیاز، هر مشکل، هر سوال او به دوش بگیره و در تمام، چرا خداوند در تمام اوقات میگه به فکر شما هست. یعنی بگذارین، یعنی شما رجوع بکنین به خداوند، شما رجوع بکنین به عیسی مسیح و از عیسی مسیح خداوند شما بخواین. و وقتی ما رجوع میکنیم به خداوند، وقتی که ما از خداوند میخوایم، وقتی که توکل به خداوند داریم، وقتی که باور به خدا داریم، وقتی که از طریق دعا از خداوند این نیازها و حاجات خود را میخوایم، جواب سوالهای مبهم خود را از خداوند میخوایم، وقت است که خداوند
بر ما جواب همه از این نگرانی ها و غصه های ما را میده. بعض وقتا امروز خصوصا مردم افغانستان و ایران چی میکنن؟ بجای که برن به طرف خدای حقیقی و راستی، به یک موجوده که هیچ اصلا وجود نداره که او را به نام یک ذات یاد میکنن که الله است، که اصلا وجود نداره، به او رجوع میکنن. یا با پیامبرای دروغینی که در دنیا مثل محمد وجود داره به او رجوع میکنن و از او میخواین که ای محمد تو ما را کمک کن. و مثلا به کعبه، به معابد رجوع میکنن. مثلا یک جایی که مثل مسجد باشه، یک جایی که مثل کعبه باشه، مثل از او رجوع میکنن. به مسجد نبوی رجوع میکنن، به مقابر اینمی کسایی که خود کلان گرفتن در رأس ادیان و مذاهب به او رجوع میکنن، از او میخواین. و به زیارت ها میرن، پیش ملا و آخونده میرن که دم و چف بکنه اینا را. به تعویز رجوع میکنن، تعویز بر از اینا صورت بگیره. به امامزاده ها میرن و مثل پیش پیرا و خلیفه میرن که نیازها و حاجات خود از اونا جستجو بکنن. بلکه خداوند در کلام خود میفرماید که خداوند در تمام اوقات به فکر شماست، بگذارید خداوند بار غصه ها و نگرانی های شما را به دوش بگیره. شما چرا باید رجوع بکنین به این همه مثلا اشخاص کاذب، ادیان کاذب، عقیده و مفکورهای کاذب، به خدای کاذب شما چرا باید مراجعه بکنین؟ شما به خداوند زنده و حقیقی مراجعه بکنین. خداوند در کلامش را میفرماید. و همین رقم اگر ما و شما در فیلیپیان، در رساله فیلیپیان فصل 4 بخوانیم که بسیار یک آیه زیبا هست و واقعا این آیه ها به ایمانداران مثلا ایماندارا رو تشویق میکنن. من از آیه 4 میخوانم، اگرچه آیه که ما باید میخوانم آیه 6 است، ولی آیه 4 5 6 رو میخوانیم. میگه در خداوند دائما شاد باشید. و باز میگویم شاد باشید. در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. و خاطر داشته باشید خداوند به زودی برمیگردد، یعنی عیسی مسیح و روز آخرت را آغاز میکنه. منظورش از به طور جسمی ظاهر میشه. برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا بکنید. برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز چی کنید؟ دعا کنید. و هر چی لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او باید تشکر نمایید. ببینید در این چی میگه؟ برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا بکنید. متوجه هستید؟ و هر چی لازم دارید به خداوند بگویید، مگر فراموش نکنید که برای جواب دعایتان از او تشکر کنید. پس در اینجا خداوند میگه اگر نیاز داری، اگر حاجت داری، اگر مشکل داری و اگر سوال داری، برای او هیچ غصه نخو و به هیچ کس دیگه مراجعه نکن. تنها مرجعی که تو به او رجوع بکنی و بری به بارگاه از او، بارگاه خداوند است. به خداوند میگه خداوند میگه به من رجوع بکن و من همه جواب همه سوالا و مشکلات و همه نیازهای شما را میتم مطابق به خواست خود. و وقتی که برای شما جواب دارم باید که از خداوند تشکری بکنی. البته ما میفهمیم که جوابی که از جانب خداوند دریافت میکنیم، خداوند میگه ما بهترین ها را برای شما میخوایم. شاید جوابی که خداوند به یک دعای ما میده شاید بله باشه، خوب است. شاید به خداوند بگه نه خیر، چرا تو نمیفهمی و من از تو که بیشتر میفهمم، این به خیرتون نیست. شاید نه خیر بگه، یا شاید هم بگه منتظر باش مدت و ما به جواب سوالتو میپرد. این وقتش نیست، الان وقتش نیست. پس خداوند میگه که برای چیز غصه نخورید، برای همه چیز دعا بکنید و هر چی لازم دارید به خدا بگویید. وقتی جواب دعایتان میگیرید تشکری بکنید. پس ما شما میبینیم که دیگه ما ضرورت نداریم پیش ملاها بریم، آخوندا بریم، ضرورت نداریم که در پیش پیغمبرایی که مردن و از بین رفتن به طرف از اونا بریم یا در دعا نام از اونا رو یاد بکنیم، از اونا بخوایم رجوع بکنیم به اهل بیت یا رجوع بکنیم به امامزاده ها. اهل بیت وجود نداره، تمام از اشخاص گمراه بودن. و همین رقم ما بیایم به خدای دروغی مثل الله و بودا و مثل بودا اصلا نگفته بود من خداستم، مثل رام و کرشنا و اوم و غیره ما رجوع بکنیم. و ایسته که ما بریم به معابد که بسیار مقدس میخوانند به اوجا بریم و یا در مقابر بریم، زیارت ها بریم، این ضرورت نداریم. رجوع ما تنها به خداوند است. و موضوع دیگه که من از همین آیه میخواستم 13 بخواین اینجاست، میگه هر چی خدا از من بخواهد با کمک مسیح میتوانم انجام بدم، زیرا مسیح قدرت انجام را به من میبخشد. با تمام اینا چی خوب کردید که در مشکلاتم با کمکم شتافتید.
یعنی یک کسی که ایماندار است، یک پلیس رسول در اینجا میگه که ما تو بگویم که هر چی که بخوایم خدا ما را کمک میکنه دیگه، و خداوند که همراه ما هست. یک پلیس رسول میخواد یک تذکر بده که دیگران کمک کنن، خوب است. یعنی اشخاص دیگه که در زندگی ما هستن، انسانای زنده ما را کمک کنن، خوب است که ما را به حل مشکلات ما به خاطر برآورده ساختن نیازهای ما یا جواب سوالای ما بپردازه، بسیار خوب است. ولی هر چیزی که میگه ما بخوایم از خدا میخوایم، خداوند دائم همراه ما هست و یک ایمان عقیدی بسیار کامل را نسبت به خداوند نشان میده. و دیگه ای که خداوند خودش برای ما و شما در متی فصل 11 آیه 18 بسیار واضح گفته که شما در هر حالتی که هستین به نزد من بیاین و من شما را آرامش میتم، مشکلات شما را من حل میکنم. عیسی مسیح در متی فصل 11 ببخشین آیه 28 میگه ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشین، این یوغ سنگین نیازتان است، یوغ سنگین مشکلتان است، یوغ سنگین یک سوال است یا یک تشویش است، نگرانی است. میگه یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم. خب میگه ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم بدهم، چون من مهربان و فروتن هستم و با جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما میگذارم سبک است. عیسی مسیح میگه به نزد من بیاین و من شما را آرامی میبخشم، چرا که او خداست، خدای زنده و حقیقی. وقتی ببخشید ما و شما خدا میگیم، عیسی مسیح میگیم، منظور ما او خدای زنده و حقیقی است که تمام دنیا را خلق کرده. او خالق است بلکه مخلوق نیستک. ولی بعض از مردم در قرآن کوشش کردند که یک مخلوق را به نام عیسی یاد بکنند، در حالی که خالق از او مخلوق را ما عیسی مسیح مینامیم، یعنی همون نجات دهنده واقعی، خدای نجات دهنده که همون خدای خالق با قدرت خود، با واسطه روح خود، از روح خود یک مولود را از مریم باکره به دنیا آورد و اسم از او را عیسی گذاشتند و از طریق مو عیسی خدای زنده و حقیقی خالق تمام عالم صحبت کرد، قدرت خود را نشان داد و جلال خود برای بشر آشکار کرد. خب دوستان عزیز، پس موضوع قابل بحث ما است که برادرها به انسانایی که مردن به سر قبرهای از او و در زیارتهای از او نرین، به خانه‌های چوبی و خشتی و گلی و سنگی مثل کعبه نرین که یک وقت گلی بود، باز شاید امروز با سنگ مرمر و دیگه او را تبدیل کردن و را ساختن از او. به پسر مثلا قبرهای مرده ها نرین و در معابد دروغینی که به نام معابد مقدس یاد میشه نرین، که ما چمیم قبر رضا در مشهد و نیفهم قبر خمینی در تهران و نیفهم قبر فلانی علی در عراق و نیفهم قبر محمد در مدینه و مثل از این. میگه به این جای دروغی شما نرین، از اونا چیز نخواهید. در این حال به انسانایی که مردن از اونا هم چیز نخواهید. نه کسی اهل بیت است، اهل بیت نیست. که اهل بیت یک شخص گمراهی به نام محمد بود که محمد یک شخص کاملا گمراه و زندگیش پر از فجایع و پر از آلودگی ها و فساد های مثلا نه تنها جنسی بلکه اجتماعی و غیره است. به اونا شما رجوع نکنین، فقط به خدای حقیقی و زنده شما چی کنین؟ رجوع بکنین. این مسئله بسیار مهم است که بر شما میخواستم ذکر بکنم. و دیگه ای که متی فصل 7 آیه 7 ببینیم که خداوند بسیار به شکل واضح بر ما میگه بخواهید تا به شما داده شود، از من بخواین. خداوند میگه بجویید تا بیابید، از من بجویید تا بیابید، و در بزنید تا در برای شما باز شود، زیرا هر کی چیز بخواهد به دست خواهد داد و هر کی بجویید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در برایتان باز شود. صحیح؟ خداوند همین را بر ما و شما میگه. و در بعدش میگه اگر کودکی از پدرش نان بخواهد آیا پدرش به او سنگ میدهد؟ اگر از او ماهی بخواهد آیا به او مار میدهد؟ و شما که اینقدر سنگدل و گناهکار هستید به فرزندانتان چیزای خوب میدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. پس آنچه میخواهید دیگران برای شما بکنند شما همان را برای آنها بکنید. این از خلاصه تورات انبیا. چیزی که خوبی به خود میخواین و از دیگران که به شما خوبی بکنید شما به او خوبی بکنید. متوجه هستین دوستان؟ میگه خدا میگه در مرا بزنید، از من بخواین و از در من بجوین و من جواب شما را میتم. پس مسیحیت که است، مسیحیت یعنی ما کاملا و تنها رجوع میکنیم به کی؟ به خدای زنده و حقیقی. در از او را میزنیم، از او میخوایم و میریم و به نزد خداوند میریم، از طریق کلامش، از طریق دعا از او میخوایم و اون نیازهای ما را مطابق به خواست خود، مشکلات ما را مطابق به خواست خود جواب میده و سوالات ما را
هم خداوند برای ما روشن میسازه. پس جواب سوالای ما را میده. پس دوستان عزیز متوجه باشین در مسیحیت ما به هیچ کس دیگه رجوع نمیکنیم. اصلا کسای گناهکار که مثلا مثل کاتولیکا که رجوع میکنن برای پاپ و غیره و غیره، اونا مسیح نیستن که سوی تفاهم نباید در اینجا شود. یا مثلا اشخاص دیگه مثل شاهدان یهوه و مثلا مثل مورمونا و غیره و غیره و ارتدوکس ها، اینا کسایی هستند که مذاهب نه بلکه ادیان جدا از مسیحیت هستند که با مسیحیت هیچ ربطی ندارن. متوجه هستین؟ خب و اگر ما و شما جای دیگه از عهد قدیم هم بخوانیم که در عهد قدیم در این باره چی گفته، اگر ما و شما از ارمیا فصل 33 بخوانیم میبینیم که در اینجا خداوند بسیار واضح بر ما و شما یک پیام میده. و پیام خداوند چی است؟ میگه که فصل 33 ارمیای نبی آیه 3: از من درخواست کن، خداوند میگه، و من اسرار را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. میگه از من درخواست کن و ما چیزی را که تو نمیفهمی برات آشکار میسازم. این نیاز، حاجت و مشکل و غیره و غیره با حتی اسرار را میگه بر تو من آشکار میسازم. پس خدا میگه از من درخواست کن، نه از محمد، نه از علی، یعنی کسایی که ما با اونا را سر کار داریم، نه از رام و کرشنا و نه از شادیا و فیلا و نه از اهل بیت و غیره و غیره. از اونا میگه نخوای، تنها از من بخوای. و می رقم فصل 29 ارمیا 29 ارمیا آیه 12 تا 14 و خدا میگه چی میگه؟ بسیار زیبا گفته. از آیه 11 میخوانم، میگه خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخوام با شما امید و آینده خوب ببخشم. پس در اینجا خدا چی گفت؟ در ارمیا فصل 29 آیه 11 گفت که خواست من چی است؟ سعادتمندی شماست. ما میخوایم نیکی و خوبی را در زندگی شما بیارم و بر شما بهترین ها را میخوایم. پس دوستان عزیز، خلاصه درس امروز ما، برنامه امروز ما این است که راه حل همه نیازها و مشکلات و سوالات مبهم ما در کتاب مقدس در انجیل موجود است و ما نیاز به این که رجوع بکنیم به خدایان دروغی از مذاهب دروغین، ادیان دروغین، انبیای دروغین مثل محمد و معابد دروغین مقدس و مقابر و زیارت ها و دم و چف و آخونده و ملاها و به تعویض و به امامزاده ها و پیر و خلیفه و اهل بیت دروغی ما شما ضرورت نداریم که رجوع بکنیم، بلکه ما تنها به خدا رجوع میکنیم و در آیات کتاب مقدس خدا گفت برای ما شما که شما با یک اتکا و توکل و با یک ایمان و باور کامل به طرف من رجوع بکنین، همه چیز از من بخواین، برای هیچ چیز غصه نکنین و ما جواب همه خواستای شما را مطابق به خواست خود میتم و در آخر ما ایره خواندیم که خواست خدا سعادتمندی ما شماست، خدا بهترین ها را برای ما میخواد. پس اگر خواست خدا را بخوایم و تنها به خدا رجوع بکنیم، ما شما اطمینان میتونیم داشته باشیم خدا بهترین ها را عاید حال ما میسازه. و دوستان عزیز، همچنان بعضی از دوستان میگن که بیاین شما، یعنی به ما و به دیگه مسیحا میگه بیاین مثلا با ذاکر نایک بحث بکنین، نیفهم نام بعضی از یاخونده و ملای افغانی رو میتن با اینا بحث بکنین، مچن با حسن علایاری بحث بکنین. موضوع آماده هستیم با هر کس بحث بکنیم، این از زنده هستیم و میخوایم با اونا بحث بکنیم. اگر اونا حاضر هستن و ما درخواست بفرستن و ما میتونم با اونا از کتاب مقدس کاملا بحث بکنم و میخوایم که بحث بکنم. پس دوستایی که ویدیو رو میبینن میشه که درخواست را باز اونو بفرستن اگر اونو خواسته باشن. در غیر از اون مشکل نداره، ما تعلیم کتاب مقدس را میدیم، خدای حقیقی به مردم میشناسانیم و به هم از اونا ما احترام داریم، ولی به قاید پوچشان، به قاید پوچ اسلامیشان ما هیچ کدام احترام نداریم. ما به انسان احترام داریم، نه به قاید شیطانیش. تشکر دوستان عزیز، تا برنامه آینده که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خدای زنده و خدای مقدس عیسی مسیح میسپارم و از شما میخوایم که این برنامه را با دوستایتان شریک بسازین و ویدیوهای خود را به تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان از طریق ایمیل که در اینجا میبینین و از طریق فیسبوک آدرسی که در اینجا نشر میشه شما میتونین برای ما بفرستین و ما حتما در خدمت شما میباشم و ویدیوهای شما را تعلیمتان، شهادت‌ها و سوالایتان از طریق برنامه به نشر میرسانم و جواب سوالایتان میتونم. در نام پاک و مقدس خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح برنامه را به پایان میرسانم. وقت خوش داشته باشین. آمین.